سلام و درودی به پایان با کل مخلصان برنامه در شبکه‌های اجتماعی. فردوس خورسند توپ خبرهای ورزشی رو میگوید. آغاز میکنیم. میوزر هنوز هم پیری را با اصطلاح به گردن گرفتنی نیست. قهرمان سابق جهان فلوید میوزر برای مبارزه نمایشی که 25 فوریه در لندن برگزار می شود رقیبی نو پیدا کرد. میوزر در صفحه اینستاگرام گفت که او با سابق مبارز MMA و ستاره تلویزیون آرون جوکر چالمرز روبرو خواهد شد. چهره دیگر، نام دیگر، اما نتیجه یک است. ما حالا در لندن روز 25 فوریه در O2 آرنا با هم می‌آییم. در زودترین فرصت چیپته‌ها هم با فروش می‌برند. اهمیت دهید که چالمرز 35 ساله در ایالات متحده آمریکا در یک چند ریالیتی شو شرکت کرده بود که نهایت او را مشهور گردانید. در MMA چالمرز در بلاتور مبارزه می‌برد. هنگام به نفقه برآمدنش در سال 2021 رکورد او 5 غلبه و 2 باخت بود. یادآور می‌شود که میوزر اصلا میبایست با کیک باکسچی لیام هاریسون قوه‌آزمایی میکرد، ولی او به دلیل زخمی از مبارزه دست کشید. در شبکه‌های مجازی همگان میوزر را برای به خاطر پول راضی شدن به چنین رقابت‌ها انتقاد میکنند و جواب فلوید هم در این مورد آنقدر بد نیست. او دو دست برداشته اقرار می‌شود که چنین رقابت‌ها به خاطر به دست آوردن مبلغ است، وگرنه باور کنید منی پاکیو در همین حالت پوت پرخ میوزر را میبرارد. نفرین کریستیانو رونالدو واقعا دردسر می شود. هر کسی را نادید کرد از وظیفه به قول پرید. سرمربی قبلی منتخب پرتغالیا فرناندو سانتوش اگر در همه بازی‌های جام جهان رونالدو را به میدان می آورد با چنین روزی سیاه گرفتار نمیشد. او را از وظیفه سرمربیگی یکی از منتخب‌های بهترین گرفتند و اکنون لواندوفسکی و وارثان او را رهبری میکند. رئیس اتحادیه فوتبال پولشا سزاری کولیشا در صفحه توییتر خود اعلان کرد که فرناندو سانتوش سرمربی نوی تیم ملی پولشا شده است. گفته می شود که معرفی سرمربی و نشست مطبوعاتی امروز دایر میگردد. یادآور می شویم که سانتوش از سال 2014 سروری تیم ملی پرتغالیا را بر عهده داشت و پس از جام جهانی سال 2022 منتخب را ترک کرد. سانتوش با منتخب پرتغالیا سال 2016 جام قهرمانی اروپا و سال 2017 لیگ ملت‌ها را به دست آورده است. شاید سانتوش همچون گپرو با اندیشه دیگران راضی شده باشد که رونالدو را به میدان ندرآورد چون تأثیری بد دارد، ولی اخیرا فهمید که این قرار بر ضد خود او کار کرد. آخر از ساتو فلیکس و سیلوا و چند نوکر دیگر یک رونالدو اولوتر و بهتر بود. هیچ نه از وایمه‌اش میترسیدند. با گمان من به رفتن مانه هم لیورپول تنازل کرد و هم کریر خود سنگالی به حکم فنا رفت. درخت در یک جمعه سبزادش همین دوستان. او باید نمیرفت. اگر مشکلی اساسی محمد صلاح بود پس با رفتن اون نه خودش زور شد و نه صلاح به قول شاخ زیادتی برآورد. با گفته روزنامه‌نگار دانی خیل حمله‌گر باواریا سادیو مانه در بازی اول دسته بر ضد PSG در دور یک‌اشنی‌های لیگ قهرمان‌ها اشتراک نمی‌کند. با اطلاع منبع سنگالی 30 ساله برای برقرار کردن جراحتش وقت کافی نخواهد داشت. هرچند باشگاه میونخن سعی دارد که معالجه این بازیگر را صورت بخشد، اما شرکت او در بازی اول با PSG تقریبا از امکان بیرون است. یادآور می‌شود که مانه 8 نوامبر سال 2022 در بازی دور 14 بوندسلیگا بر ضد وردر برمن مجروح شد و از آن زمان به میدان نآمده است. با این جراحت مانه نتوانست که در جام جهان در هیئت منتخب سنگال هم شرکت ورزد. بازی اول دور یک‌اشنی‌های لیگ قهرمان‌ها میان دسته‌های PSG و باواریا روز 14 فوریه در پاریس برگزار می‌شود. بازی جوابی باشد روز 8 مارس در میونخن دایر می‌گردد که با توصیه طبیبان متاسفانه مانه اشتراک نمی‌کند. مانه که در بازی اشتراک نکند اون بازی معنی ندارد. برای وظیفه سرمربی تیم ملی برزیل 4 نامزد پیشنهاد شده است. با گفته کادنا سر، کارلو آنچلوتی، ژوزه ماورینیو، زینedین زیدان و لوئیس انریکه میتوانند تیم ملی برزیل را سروری کنند. قبلا با فهرست نامزدها پپ گواردیولا و یورگن کلوپ شامل بودند، اما حالا این متخصصان با نقشه‌های کنفدراسیون فوتبال برزیل شامل نیستند. هرچند حالا آنچلوتی در ریال مادرید کار میکند و ماورینو در روما، تا جای گفت و شنیدهای احتمالی را مشکل میکند. زیدان حالا با بازگشت با کار چندان منفعت دار نیست. با توجه
توجه به این همه داوطلب برجسته با وظیفه مربی منتخب برزیلیا این لوئیس انریکه است. طور ذکر گردید پرزیدنت فدراسیون فوتبال برزیلیا ادنالدو رودریگز برای نظر است که با تیم ملی نه مربی محلی بلکه مربی خارجی بیشتر کمک کرده میتواند. یادآور میشن که پس از مغلوبیت در دور چهارک نهایی جام جهان از خرواتیا سرمربی تیم ملی برزیل را ترک کرد. برزیل را میگویند زواد استحصال فوتبال باز است، اما یک زواد دیگر برای استحصال یک مربی خوب نمیرسد. باید با چنین هیئت منتخب جهان را شکست بدهید. کیلیان امباپه تماما گذراند که در دوره بازی دور یک 16 نهایی جام فرانسه دسته های پی دی کاسل و پی اس ژی با هم آمدند و آخری دسته ها در ورزشگاه بالار دلیلیس دایر شده با حساب بزرگی 0-7 بر سود میهمانان خاتمه یافت. گل ها را در هیئت دسته شهر پاریس امباپه 5 مرتبه و نیمار و سولر 1 مرتبگی به ثمر رسانیدند. قابل ذکر است که این اولین پنتاتریک کیلیان امباپه در کارنامه ورزشیش محسوب می شود. همچنین امباپه اولین بازیگر پی اس ژی گردید که در تاریخ باشگاه مؤلف پنتاتریک گردید. همکنون با این غلبه دسته شهر پاریس راهش را به دور 1/8 نهایی جام فرانسه هموار کرد و با دسته مارسل بازی خواهد کرد. اما مارسل پی دی کاسل نیست که امباپه پنتاتریک کند. اون پی دی کاسل رنگ منتخب با سرخون بازی میکند. در اونجا من هم پنتاتریک کرده میتوانم. امروز فرانک لمپارد از وظیفه سرمربی اورتون برکنار کرده شد. در ما میگویند آدم میشدگی از پوچه و بینیش معلوم است. لمپارد همچون فوتبال باز به همتا است ولی همچون سرمربی خودش قائل شود که نشد. خلاص در این باره اسکای اسپورت خبر داده است. لمپارد 44 ساله کمتر از یک سال پیش 31 ینوری سال 2022 رهبری اورتون را بر عهده گرفته بود و دسته زیر راهنماییش نتیجه های ثمرناک نشان داده نتوانست. حالا اورتون در جدول پرمیر لیگ با کسب 15 امتیاز در جای 19 قرار دارد. دسته از 22 اکتبر این جانب غلبه کردن نمیتواند. آن وقت اورتون مقابل کریستال پالاس غلبه کرده بود. از آن وقت این جانب دسته در 10 بازی 8 باخت و 2 مساوی در حساب دارد. یادآور میشویم که اورتون بازی نوبتی خود را روز 4 فوریه مقابل آرسنال برگزار میکند. همچنین دسته اورتون از سال 1951 این جانب از پرمیر لیگ انگلیا بیرون نشده است. ولی اگر تقدیر این دسته در نیمه موسم دوم در دست لمپارد میماند باور کنید به چمپیونشیپ میرفتند. رهبریت باشگاه در حال این را حس کردند و سر وقت معلم تربیت جسمانی را از سر قدرت گرفتند. دوستان عزیز، یکی از بهترین شارحان فوتبال در تلویزیون ورزش بابا خالمرادزاده یوتیوب کانال شخصی خود را فعال کرده است و اونجا بهترین خبرهای ورزشی و برنامه‌های تحلیلی را وارد میکند. خلاص اگر از عالم ورزش از زبان به قول پروفسیونال ها گپ و کلاچه را فهمید پس در سطح بابا برای ژورنالیست ها را پیگیری کنید. من سیلکش را در جای شهر میمونم، شما فقط ابونه شوید و فقط با ورزش باشید. منم با آن خاطر یوتیوب کانال های ورزشی را به قول رکلام میکنم که شما مخلصان عزیز از کانال های خارجی دیده منبع های خودمون را استفاده برید. سیلکه کانال بابا در جای کامنتاریا مرحمت پیگیری کنید. با همین تمام، تا دیدار، خیر.